وقتی عاشقی و یهو همه چیز به یک باره تموم میشه، یادت باشه قرار نیست فراموشش کنی. این شکست عشقی چیزی به اسم فراموشی نداره. ما فقط میتونیم تبدیلش کنیم به یه خاطره دردناکی که هست و یادش میافتیم گاهی، اما هیجاناتش ازش گرفته شده. دیگه نمیتونه زندگی ما رو فلج کنه. شکست عشقی دردناکه، چون دقیقاً همون نقطه‌ای از مغز رو تحریک میکنه که تو آسیب‌های جسمی اون نقطه فعال میشه. پس به خودت حق بده که حالت بد باشه و یه مدتی درد بکشی. از حال هوای این روزات فرار نکن. مچاله شدن قلب و درد جای خالی نبودنش بخشی از این فرایند تلخه و نمیشه هیچ جور ازش فرار کرد. بیرون اومدن از یک رابطه عاشقانه خیلی دردناکه، چون پشتش دنیایی از طرد شدن، ناکافی بودن، دوست داشتنی نبودن، حس حقارت، حتی مقایسه شدن با دیگرانه. اما تو با خودت مهربون باش، تو از خودت مراقبت کن. تو این مرحله یهو میرسی به یه سوگواری عظیم. این سوگواری رو در آغوش بگیر و برسی به یه نقطه‌ای به اسم پذیرش. این سوگیه که باید هرچه زودتر در آغوشت بکشیش و راحت‌تر ازش گذر کنی. اجازه بده این درد بیاد، وجودت رو به آتیش بکشه. به خودت حق بده که غمگین باشی، که خشمگین باشی، که پر از سوال باشی. این رنج رو بغلش کن. تو این مرحله مغزت فریاد میزنه و قبول نمیکنه این از دست دادن. پس شروع میکنه به فیلتر کردن اطلاعات و سعی میکنه خوبی های این رابطه رو بهت نشون بده، در حالی که اگه این رابطه خوب کار میکرد کار به جدایی نمیکشید. موندن توی تخت و تو کشیدن روی سرت، پخش کردن آهنگ غمگین، اشک ریختن، همشون طبیعیه. اما برای گذر کردن از این روزها کافی نیست. باید بتونی از اون غار تنهاییت بیای بیرون. حالا یا برو توی جمع، یا خودتو با کارت سرگرم کن، یا اینکه تا دیر وقت سر کار بمون. در هر حالت اجازه نده این حس سوگواری خیلی توی ذهن و وجودت بمونه. به دنبال معنا باش. بستن پرونده این جریان با یه خروجی حالا چه خوب چه بد از واجباته. درست اوضاع خرابه، اما تو مراقب خودت باش. یادت باشه افسردگی بی صداست. هیچ موقع صدای پای اومدنش رو نمیشنوی و یهو تبدیل میشه به بلندترین صدا توی سرت. پس زندگی رو رها نکن. بعد از این مدتی با گذر کردن از این خاطره تلخ و تجربه‌ای که خیلی برات پرهزینه بوده، این سوگ بالاخره رهات میکنه و میره، طوری که انگار اصلاً نبوده. همین.